فعلا ما در تاجیکستان مدت 3 سال میشه که ما در اینجا هستیم، 3.5 سال زیادتر میشه که ما در اینجا هستیم و مدت 3 سال میشه که ما موسیقی را شروع کردم در تاجیکستان. وقتی که من موسیقی شروع کردم کلا همه چی برایم نو بود. یعنی من احساسی ایره داشتم که شاید روز برسه که من بتونم با موسیقی یک ذره هم کشیده از اندوه و دغدغه های زندگی رو به پشت سر بگذارم و پیش برم. ما در فامیل در اینجا 5 کس زندگی میکنیم. ما 2 تا برادرم خودم و یک همشیرم، یک خواهرم با مادر جانم که پدر جانم متاسفانه در سال 2015 در تاریخ 30 سپتامبر توسط طالبان به شهادت رسید. بعدش ما کلا مشکلات زندگی و روزگار باعث شد دیگه نتونم با مسلک با اون رشته که دوست داشتم را به پیش بگیرم. از عشق، از امید، از فردا نمی‌ترسی، میگو سمندر بین طالب ها نمی‌ترسی، میگو سمندر. وقتی که ما در اینجا آمدیم جای برای تمرین نداشتیم، جای برای موسیقی نواختن و آهنگخوانی یا پا نداشتیم. میگو سمندر باز و سوگواری ها، میگو اولا پلان را نداشتم که من درس میتونم یا شاگرد داشته باشم. پلان من فقط این بود که ما بخوایم جای بر تمرین داشته باشم. فرق نمیکنه که کجا باشه، چون در بیرون اذیت میشدیم، آدم ها زیاد رفت آمد داشتن و مردم نمیشد. طبعا وقتی که ما شروع کردیم به تمرین کردن یکی از دوستا آمد گفت ما میخوایم که امروز فقط شما را ببینیم. وقتی که ما مینواختیم این همواره غرق میشد به احساسات و خیالات خود. بعد از ما خواهش کرد که ما میخوایم گفت یک گیتار در پالیتان بگیریم. ما هم گفتم رای ما کمک بکنین. ما گفتم چرا نه؟ بله میتونیم. با اونا شروع کردیم، دوستانه کار کردیم و بعد از 1.5 ماه 2 ماه مدیر آمد برای ما پیشنهاد کرد که میشه که امروز ما شما این یک صنف را بگشایین و شاگرد بپذیرین. البته در قسمت استادی نه، همکاری چیزی را که من یاد دارم با اونا یاد بدم. من گفتم فرق نمیکنه. باز شروع کردیم از یک شاگرد و بالاخره 2 3 4 5 تا 30 شاگرد را هم داشتیم. تعداد بسیاری از افغان‌های ما از هنر بدور بودند و اینجا که آمدن دیدن که تعداد بسیاری از جوانها میخوان که یاد بگیرن، میخوان که هنرمند باشن، میخوان که آواز بخوانن، میخوان که بنوازن. یعنی یک دریچه را باز کرد برای هنر، یک دریچه را باز کرد برای یادگیری موسیقی در تاجیکستان برای افرادی که خواهان یادگیری هنر را داشتند. Individuals, when they cross their country and come to a new place as a result of the persecution, war, conflict, human rights abuse, they leave everything behind and they come alone, leaving their belongings behind. And that is where we need to come together collectively to ensure that their new life is rebuilt, because they come here with aspiration, hope, and most importantly, the skill sets. آرزو داشتم همیشه که وطن خودم آزاد بود و آباد. قسمی که امو شعر است میگه که امو جمله خواب دیدم که وطنم آباد بود و من آزاد. کاش وطن ما آباد می بود و جنگ نمی بود که ما اصلا آواره و بیگانه نمی شدیم، یعنی آواره نمی شدیم، مهاجر یا گریزه نمی شدیم. در وطن خود می تونستیم که موسیقی را با سبک و با تب دل خود به پیش بگیریم.